مواظب بالا باشید. و یسبح الرعد بحمده، و یسبح الرعد بحمده. آیه قرآنیه. این غرش رعد تسبیح خداست. یه غرشی بکنه سقف این خانه رو میرسونه. همین چند شب پیش از آن خواب و حزمون گرفته بودم. دیشب ساعت 2 بلند شدم که داره برق میزنه و رعد و برق عجیب تو سورو بود. بلند شدم رفتم بیرون که آسمان سرخ شده. سریع برگشتم به خانمم گفتم کلا رو خاموش بکنی وقتی برق نزنه. چقدر من میترسم، چقدر تو میترسی. ضعیفیم، توشه نداریم، گناهکاریم، سر تا پا گناهیم، حاضر نیستیم توبه بکنیم. از دیگران درس عبرت نمیگیریم، باید خداوند ما رو بزنه تا درس عبرت بگیرن دیگران. این دیگه. چرا از باران خدا میترسیم؟ مگر باران رحمت نیست؟ چرا از رعد و برق میترسیم؟ مگر رعد و برق سبب باران نمیشه؟ مگر رعد و برق و باران دیگه با هم نیستن؟ و ابر این چهارتا. چرا میترسیم؟ مگر فرعون لعنت الله علیه از همون آبی که از زیر پاش میرفت رودخانه نیل نمیخورد و تو همون آب غرق نشد؟ مگر قوم نوح در همین قطره باران غرق نشدن؟ 950 سال دعوت کرد، تبلیغ کرد، همه مسخره کردن، حتی زنش هم ایمان بهش نیاورد، پسرش هم بهش ایمان نیاورد و نافرمانی خدا کردن. 950 سال پشت سر هم تبلیغ. بعد دید که فایده نداره. خداوند گفت کشتی درست بکن. اولین کسی که مسمار و میخو به تخته کوبید و کشتی درست کرد حضرت نوح علیه السلام بود. چرا اسمشو گذاشتن حضرت نوح؟ نوح از نوحه گرفته شده و نوحه یعنی گریه. اونقدر گریه کرد در قومش که چرا ایمان نمیارن. در حدیث وارد شده که روز قیامت پیامبران میان، هر کسی با دستش با امتش. پیغمبری میاد خودش تک و تنهای عصای رو کولشه. خداوند ازش سوال میکنه پس امتت کجاست؟ میگه بار خدایا 100 سال من تبلیغ کردم، یک نفرم حتم قبول نکرد، خودم تنها آمدم. پیغمبر میاد که یک نفر همراهش 200 سال تبلیغ کرده، فقط یک نفر حرفشو قبول کرده، همین یک نفر آوردم. پیغمبر میاد که 10 نفر، پیغمبر میاد که 100 نفر، تا سواد اعظم امت محمد صلی الله علیه وسلم میاد، اما شرمنده هستن. رسول الله خودشو فدا میکنه صلی الله علیه وسلم، گریه میکنه، میگه نفسی نفس، میگه امتی امتی، گریه میکنه زیر عرش خداوند. چه اشک میریزه، به جای اشک خون از چشمش میاد. یا رب امتی امتی، اینها کجا میبرنشون؟ خداوندش میگه از اینها دفاع نکن، از امت دفاع نکن که بعد از وفات تو نمیدونی چطوری دین و کتاب و سنت تو رو رها کردن و بی تفاوت شدن نسبت به مسائل دینی. فقط هم غمشون فقط دنیا بود، جمع آوری دنیا. فکر میکردن اگه یه برگه هزاری ازشون فوت بشه ضرر کردن، اما نماز ظهر ازشون فوت بشه تو بازار مغازه باز داره پارچه میت میکنه، مثل که تو قبر و پل صراط و قیامت پارچه به دردش میخوره.